سلام. بارون طوفانه. این شاهکاری خاله زهرا. ماست پورانی می‌خوری؟ حالا خودتون معرفی کن به دوستان. سلام دوستان، من شهناز هستم. یکم بلند هست زهرا جون. من امشب شما با خیلی دوره، زودتر بریم. خدا بای بای کن. بای 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 بای. بای بای. بس سیسی. سلام دوستای خوبم، حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب، لبتون خندون، دلتون شاد باشه. امروز میخوایم بریم خونه خواهر بزرگم. من و علی آقا اینجا نشستیم منتظریم تا کیانا جان حاضر شه. تا که اینجا بشینیم خدا میدونه. سلام، عرض ادب و احترام خدمت همه دوستان. بله، نشستیم اینجا منتظر کیانا خانمیم. ممنونم که ویدیو زهرا خانم رو نگاه میکنین، حمایتش میکنین، دست همتون درد نکنه، کمک کنین رشد کنه. بیچاره خیلی زحمت و استرس زیاد میکشه. مثل اینکه کیانا خانم آماده شد، داره میاد. با من همراه باشید. با ما همراه باشید. سلام. چرا برمیداری؟ خواهر برادری. داشتم یه دل را میرفتم از خیام خوشی خود یه دل ماشین بالا بگردم به میمونی بود که دل خواهدی به من چشمی دل کیانا بیا. میخوری شربت؟ برو بر. نمیخوری چرا برمیداری کیانا؟ مرسی، ممنون. یه کتابی از 4 جلد شاید یه جا خوندم. یه جا بیشون دارم. بارون طوفانه. عباس آقا چرا اون نوازمون از 45 دقیقه از دوادم خوش شده؟ نه هندونه نمیخوام. نه نوازش هم نمیخوام. بذار فیلم نشست. خب چیز کن یه چای برای بگیر. یه چای سلام علیکم و رحمت الله. بگیر. این دایره خوبه کیانا؟ بله. نیم پیاز خراب. این شاهکاری خاله زهرا. چه شاهکاری کرده. اینا آقایاران خب فاطمه اینو بده فکر کنم بازم آقا علیرضا
ماست بورانی میخوری؟ اینو بده به آقا کاوه. بعدا ماست نخورم. مامان مامان سلام عزیز برام دانه چای میده. نمیتونم مثلا بربری میشه خواهران عزیز میزگردتون در مورد چیه؟ بله فاطمه زحمت خاموش کن یه لحظه بذار آبجی هم سارا خانم گفتم حرفمو گوش ندادی. کل ظرفا رو سارا خانم شستش. خب همراهان عزیزم اینجا اومدیم خونه خواهر بزرگم. ایشون خواهر بزرگمه. آبجی حالا خودتون معرفی کن به دوستان. سلام دوستان، من شهناز هستم، یکم بلند هست زهرا جون. من امشب خوشحالم که مهمون دوره برمه و خیلی ممنون از شما که این ویدیو رو تماشا میکنید و لطفاً از زهرا جون حمایت کنید. خیلی ممنون. مرسی ممنون. لیلا جونم که طبق معمول چای ریزه فقط. نه بابا لیلا خیلی کار کرده. سارا بنده خدا ولی سارا هم که چون صبح دیدم گفتم من مهمون دارم، من مریضم چرا هیچکی نمیده کمکم که خودش آقاش همسر عزیزش خیلی زحمت کشیدن. اصل زحمت رو ولی شما کشید. واقعا دستتون درد باباش از این زحمت ها. دوستان گلم ممنونم که ما رو تماشا میکنید. امیدوارم از این ویدیویی که از خونه ما میگیرن شما تماشا میکنید لذت ببرید. لیلا شما را خیلی دوره زودتر بریم. بابا نمیاد من برم. همراه عزیزم خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو همراه هم بودید. انشالله که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. خوش گذشت بهتون. دیگه خدا نگهدار. خوش گذشت بهتون کیلی خانم. بله خیلی خوش گذشت. این بای بای آقا یارا بای بای کن. بای 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 بای. بای بای. دستسی. کن. خصاص میخواد بشینه فقط.